به نام خدا، دکتر لیلا شکری هستم، جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی. از سال 1380 تو این رشته فعالیت میکنم و من بعد در اینفو سلامت پاسخگوی سوالات شما خواهم بود. از نظر من بارداری زیباترین تجربه‌ایه که یه خانم جوان میتونه داشته باشه و درخواست من به عنوان پزشکی که هم مشاورم و هم راهنمایی میکنم، هم درمان میکنم بیمارامو، اینه که حتما برنامه ریزی داشته باشین برای بارداریتون. حتما قبل از بارداری یک ویزیت کامل بارداری بشین، یه معاینه سینه، از نظر اینکه وقت توده‌ای چیزی در سینه وجود نداشته باشه، بلخص در خانم‌های بالای 35 سال، چون می‌دونیم که شایع‌ترین سرطان در خانم‌ها سرطان سینه است. یه پاپ اسمیر، تست سرطان از دهانه رحم که غربالگری خوبی برای سرطان‌های دهانه رحمه، خیلی کمک کننده و یه آزمایش کامل که آزمایش کامل از تمام بیماری‌ها، از آنتیبادی‌ها، بیماری‌هایی که در گذشته دختر جوان گرفته، از همه اینا ما رو باخبر می‌کنه. که وضعیت کلیه‌ها چطوره، وضعیت قند چطوره و بعد یه رژیم غذایی مناسب، رژیم غذایی برای کاهش وزن، برای افزایش وزن که ما وزن رو قبل از بارداری به یه حد ایدئالی برسونیم. و همینطور در مورد جنسیت، بعضیا دوست دارن جنسیت خاصی داشته باشن که البته من مداخله الهی هم اینو نمیدونم، چون فکر میکنم که ما تلاشمون رو میکنیم و در نهایت بقیه‌اش هم به خدا واگذار میکنیم. در حالت عادی جنسیت 50-50 دختر و پسر. ما با رژیم غذایی و تکنیک‌های دیگه‌ای که بعداً تو کلیپ‌های بعدی خواهم گفت میتونیم جنسیت رو حالت 80-90% تا اون طرف ماجرا در 20% هم ممکنه که جنسیتی می‌خوایم نشه تغییر بدیم که بتونیم هم دختر داشته باشیم و هم پسر داشته باشیم. و بعد داروهایی که باید قبل از بارداری استفاده بکنیم، اگه ویتامین دی مون کمه، اگه آهنمون کمه، همینطور یود و فولیک که فولیک اسید برای سلامت بچه ضروریه که تا انتهای بارداری استفادهش میکنیم و یود که جزو ضروریات جامعه امروز ماست که به خانم‌های جوان توصیه میکنیم که استفاده کنن که بسیار برای مغز بچه‌شون و سلامتی بچه‌شون ضروریه و تا انتهای بارداری ادامهش میدیم. مولتی ویتامین ها و چیزای دیگه که بسته به شرایطی که بیمار داشته باشه پزشک تصمیم میگیره و اونا رو براشون شروع میکنه.